به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. امروز 12 شهریور روز بهورز هستش. در خدمت یکی از بهورزان بخش بنت شهرستان نیکشهر هستیم. بنده آدم بلوچی بهورز خانه بهداشت سرگوست از منطقه بنت شهرستان نیکشهر هستم. بنده با جمعیتی حدود 800 نفر جمعیت 210 خانوار در خانه بهداشت سرگوست فعالیت میکنم. به چه کسی میگن بهورز؟ بهورز یه فردیه که قبل از اینکه بیاد اینجا یک مدرک دیپلم داره، بعد بره آزمون بهورزی شرکت کنه. اونجا که قبول شده در آزمون بعد 2 سال بره آموزشگاه بهورزی آموزش ببینه. وظیفه شما در خانه بهداشت چیه؟ وظیفه‌اش اینجا در خانه بهداشت مراقبت کودک، مراقبت مادر بارداره، مراقبت پیش از بارداری، مراقبت جوانان، مراقبت سالمندان. از شغل خودتون راضی هستید؟ بله، چون که شغلی که انتخاب کردیم انتخاب خود ما بوده. واقعا این شغل راضی کننده. اگه به شما پیشنهاد بدن یه شغل بهتر با حقوق و مزایای بهتر، ترجیح میدید اینجا بمونید یا تغییر شغل بدید؟ نه، من به هیچ عنوان شغل ما به هیچ شغل دیگه عوض نمی‌کنم، چون که این شغلی که ما انتخاب کردیم واقعا خدمت به هم نوعان خودمون، مردم خود ما هست، چون که همهشون در سطح روستا برادر خواهر همهشون خودی هستن. اگه خاطرات شیرینی داری میخواد به ما بگید؟ بله، یه خاطره شیرین دارم. من تقریبا سال 91 اومدم اینجا، سال 93 بود. من یه مادر باردار داشتم. این مادر تقریبا 2 تا بارداری قبلا داشته بود، بچهش فوت شده بود. بعد در موقعی که زایمان کرده بود، زایمانش همیشه نارس بوده. این مادر سابقه بیماری فشار خون داشته، سابقه فرکلمسی داشته. من موقعی که اومدم اینو تحت کنترل گرفتم، بعد ارجاعش دادم به پزشک مراقبت ویژه براش تشخیص داد. ما هم مراقبت ویژه انجام دادیم. من تقریبا ساعت 12 بود در خانه بهداشت نشسته بودم. یه روزی یکی زنگ زد بیا مادر یکم سردرد داره. من همون لحظه رفتم در سطح روستا و فشارش رو کنترل کردم. فشارش 14 بود. این مادر در صورتی که سابقه پرکلمسی داشته، فشار 14 براش خطر بود. من همون لحظه با وسیله شخصی خودم برگ جاش رو تکمیل کردم. با وسیله شخصی ماشین خودم رسوندم در تحصیلات بنت. از اونجا با آمبولانس ارجاع دادم بیمارستان نیکشهر. بعد از بستری مادر تقریبا 33 هفته بود، سزارین کردن. بچهش به دنیا آمد. خدا را شکر. تنها بچه‌ای که داره همین، هر کجا که میبینه منو دعای خیرش میکنه. این راضی کننده است برام من خیلی. درود بر شما، بسیار عالی، کار بسیار زیبا و پسندیده‌ای بود. حالا خاطرات تلخی اگه دارید میخواید به ما بگید؟ خاطرات تلخ واقعا سال قبل بود که کرونا بود. ما تقریبا 2-3 تا همکارمون از دست دادیم. یکی از خاطرات تلخ ما همکار عزیزمون در مرکز دستگیر بود، حاجی سلیمانی بود که به رحمت خدا رفت. این بدترین خاطر تلخ ما بود. بعد همکارمون بهورز قصرقند هم بود، آقای رئیسی، روح شاد، آقای بامبری بهورز دلگان. خیلی واقعا ناراحت کننده بود. بدترین خاطرات ما همین بودن. قمر 6 تا قمر دارم. هر روستا فاصلش تقریبا 10 کیلومتر 12 کیلومتر فاصله داره. من خودم تقریبا از صبح ساعت 7 که میادم کلمن رو کولم میگذاشتم، با موتور میرفتم سطح روستا خونه به خونه. خدا را شکر من آماری که داشتم بالای 95% واکسیناسیون کرونا را تزریق کردم هر سه نوبتش. بسیار عالی، درود بر شما. بعد ما که بچه بودیم بهورزا می اومدن واکسن میزدن، آمپول میزدن، همشون ما میترسیدیم، دمپایی رو مینداختیم میرفتیم. الان هم اینجوریه یا نه؟ الان دیگه فرهنگ عوض شده، همشون خودشون میاد یا نه بازم اینجوری هست؟ نه، الان مثل قبل نیست. قبلا که بچه‌ها را طوری ترسونده بودن که فقط اسم دکتر رو بشنون دیگه تمام فرار. الان ما میریم در خانوادهشون آموزش میدیم، به هیچ عنوان بچه را نترسونید. واکسنی که هست واکسن برای سلامتی شما هست. بچه خودش میاد کنار ما میشینه، واکسنشو میزنیم. بعد مشکل ما اینترنته، چون که الان همه پرونده ها به صورت سیستمی هستن، آنلاین ثبت میشن. بزرگترین مشکلی که دارم اینجا پرونده کاغذی هست. من میام اینجا پرونده کاغذی رو ثبت میکنم، بعد میریم بخش بنت یا دستگرد یه جایی میریم به صورت آنلاین ثبت میکنیم. واقعا کار دوباره کاری است. چقدر فاصله داره شما به نزدیکترین مرکزی که مثلا اینترنت پرسرعت داشته باشه؟ 25 کیلومتر فاصله دارم تا برم مثلا بنت.
آقای بلوچی یکی از زحمتکشان عرصه بهداشت هستند. دلایل زیادی بود که ما ایشون رو بیایم با ایشون صحبت کنیم. البته همه بهورزای عزیز زحمات زیادی میکشند، ولی چیزی که ما رو سوق داد به طرف این که بیایم آقای بلوچی مصاحبه بگیریم این بود که دوبار آقای بلوچی به عنوان بهورز نمونه کشوری انتخاب شده بود. تشکر میکنم از تمام همکارانمون در مرکز بهداشت نیکشهر که ما را به عنوان بهورز نمونه انتخاب کردن. بعد فرستادن دانشگاه، از دانشگاه فرستادن. اون موقعی که ما رفتیم مشهد برگزار کردن روز بهورزا. ما رفتیم اونجا، یه روز جلسه بود، لوح تقدیر از وزیر دریافت کردیم، یک کارت هدیه دادن. تقریبا یک هفته رفتیم اونجا، اردو بودیم، خیلی واقعا خوشحال کننده بود.